نشانه‌های هوش هیجانی بالا چیه؟ سلام، من محمد نیکبختم. اینجا ببینیم بستر موفقیت من بستر موفقیت ما هستش. توی این ویدیو میخوایم به صورت تخصصی 7 نشانه هوش هیجانی بالا رو بررسی کنیم تا اگر قرار هست رابطمون رو با شخصی شروع کنیم یا اگر قراره بین افراد مختلف فردی رو انتخاب کنیم، این نشانه‌های هوش هیجانی رو اگر در یکی از این اشخاص پیدا کردیم، اگر در شخصی پیدا کردیم، بدونیم که یک پوان بسیار مثبته، به عنوان یک ویژگی فوق‌العاده در اون شخص میتونیم بهش یک پوان مثبت بدیم. پس بریم این 7 ویژگی رو با هم بشناسیم و ببینیم به چه صورتی میتونه به ما این 7 ویژگی کمک کنه. اولین نشونه یا ویژگی، واکنش سریع از خودش نشون نمیده. دقت کنید، منظور از واکنش سریع این نیست که حاضر جواب نباشه. اتفاقا حاضر جوابی یه جورایی نشون دهنده هوش هیجانی بالاست، نشون دهنده فن بیان قویه. نه، منظور اینه که سریع واکنش منفی نشون نمیده. اگر شما گفتین بالا چشش ابرو، نمیاد با مشت بزنه تو صورتتون. اگر شخصی توی خیابون بد رانندگی کرد، سریع ور نمیداره قفل فرمونو و بخواد گلاویز بشه. نه، اگر شما چیزی گفتین که باب میلش نبود، سریع دعوا راه نمیندازه. پس میبینیم که چقدر هوش هیجانی بالا میتونه به افراد کمک کنه. به هر حال تنش‌هایی در طول زندگی بین افراد مختلف پیش میاد. حالا اگر کسی هوش هیجانی پایینی داشته باشه، واکنش سریعی از خودش نشون بده، ممکنه رابطه رو به کل نابود کنه. دومین نشونه یا ویژگی اینه که مسئولیت پذیر باشه. مسئولیت کارهایی که انجام میده رو بپذیره. اهل هاشو کردن نباشه. بهونه نیاره. حتی اگر لازم شد عذرخواهی کنه. خیلی اهمیت داره که افراد کارهایی که انجام میدن، حرفهایی که میزنن رو مسئولیتش رو قبول کنن. پس اگر دیدیم فردی مسئولیت کارهاش رو قبول میکنه، میتونیم به عنوان یک پوان مثبت براش در نظر بگیریم که هوش هیجانی بالایی داره این شخص. سومین نشانه یا ویژگی اینه که توانایی متقاعد سازی افراد رو داره. یعنی میتونه کاری بکنه که دیگران رو با خودش همراه کنه. خیلی خوبه که ما فردی رو در کنار خودمون داشته باشیم که بتونه افراد دیگر رو متقاعد کنه، به خصوص اگر چنین فردی توی تیم ما باشه. اگر فردی بتونه دیگران رو متقاعد کنه که اهداف ما رو بپذیرن یا در راستای منافع ما قدم بردارن یا اصلا خود ما رو متقاعد کنه، خیلی میتونه از چالش ها جلوگیری کنه. ممکنه از خودمون بپرسیم یهو ممکنه ما رو متقاعد کنه که برخلاف میلمون کاری رو انجام بدیم که نمیخوان. اتفاقا هوش هیجانی بالا با کلک زدن، با افترا زدن، با دروغ گفتن متفاوته. متقاعد کردن که دلی باشه، نه اینکه با دروغ بخواد فردی رو همراه کنه. منظور اون نیست. اگر فردی از ما یک خواسته ای داره و بیاد اون رو خیلی با لحن بد بیان کنه، شاید اون کار از نظر ما مشکلی نداشته باشه و در شرایط راحت بتونیم اون کار رو انجام بدیم، اما اگر فردی بیاد و با پررویی با لحن بد با ما صحبت کنه، احتمالاً اون کار رو قبول نمی کنیم و این در نتیجه باعث مشکلات بزرگی میشه. فکر کنین که همسر شما میاد به شما با یک لحن بدی میگه آشغالا رو بذار دم در. خب این چه اتفاقی میفته؟ یا بیاد بگه که مثلا عزیز دلم، اگه امکانش هست این رو تو برو بذار دم در، چون من شبها میترسم. دو نفر یک چیزا میخوان، لحن ها متفاوته. پس باید افرادی که هوش هیجانی بالا دارن بتونن دیگران رو متقاعد کنن. اگر کسی این ویژگی رو داره، ما به عنوان هوش هیجانی بالا، نشونه هوش هیجانی بالا میپذیریم. چهارمین نشونه این هستش که میتونه احساسات دیگران رو بفهمه و باهاشون همدلی کنه. اگر کسی ناراحته، بتونه دلیل ناراحتیش رو بفهمه، بتونه اون ناراحتی رو لمس کنه و باهاش همدل باشه. دقت کنیم، نمیگیم همدرد و همدل،
یعنی اینکه بفهمه اون درد چه مصیبتی رو برای اون شخص داره، یا نه برعکس، این شخص چه شادی رو داره لمس میکنه، چقدر از این اتفاقی که پیش اومده احساس خوشی میکنه. فقط کافیه که افراد بتونن احساسات همدیگه رو درک کنن، بعد زندگی تقریبا میتونیم بگیم بهش میشه. وقتی افراد بتونن با همدیگه تعامل خوبی داشته باشن، زمانی هستش که احساسات هم رو بفهمن. تا زمانی که مردم احساسات همدیگه رو نفهمن توی شرایط مختلف، مطمئنا نمیتونن رابطه خوبی رو با همدیگه بسازن. پس شناخت احساسات و همدلی ویژگی یا نشانه بعدی هوش هیجانی بالاست و اگر ما این ویژگی رو در فردی دیدیم میتونیم به عنوان هوش هیجانی بالا قبولش کنیم. پنجمین ویژگی یا نشانه مثل قبلیه اما در مورد خودشه. یعنی چی؟ یعنی فرد بتونه احساسات خودش رو درک کنه. شاید به نظر مسخره برسه بگیم خب هر کسی احساسات خودش رو دیگه میفهمه، اما واقعا اینطوری نیست. در واقعیت مردم نمیدونن چه احساساتی رو درگیرش هستن. اگر فردی از کنارشون رد میشه و چیزی بهشون میگه که باب میلشون نیست، شاید عصبی بشن، شاید در ظاهر ناراحت بشن، اما در باطن شاید احساسشون احساس هیجانی باشه که اون شخص ویژگی منفی منو فهمید. ما لایه‌های پنهانی از احساسات رو هم داریم. در ظاهر ممکنه از چیزی ناراحت بشیم، اما در باطن بدونیم که اتفاقا اون باهوش بود، ما رو درست شناخت. یا برعکس، فردی ما رو بخواد خوشحال کنه، به ظاهر خوشحال بشیم اما در باطن خودمون احساس غم و اندوه بکنیم، چون خودمون رو لایق اون اتفاق، لایق اون حرف نمیدونیم. پس ویژگی بعدی که نشون دهنده هوش هیجانی بالاست اینه که احساسات عمیق و پنهان خودمون رو درک کنیم. ششمین مورد تاب‌آوری بالا هستش. همه ما میدونیم که شرایط زندگی گاهی خیلی متفاوت تر از اون چیزی که توی ذهن ماست اتفاق میفته. گاهی خیلی مشکلات زیادی، مشکلات ریز و درشتی برای ما پیش میاد. اگر ما تاب‌آوری خوبی نداشته باشیم ممکنه ببریم، ممکنه از رسیدن و تلاش کردن به اهدافمون دست برداریم، ممکنه روابط خودمون رو به خاطر تاب‌آوری پایینمون، به خاطر یک حرف از دست بدیم. پس اگر ما تاب‌آوری بالایی داشته باشیم، یعنی بتونیم تو شرایط نامساعد بر خودمون کنترل داشته باشیم، بتونیم ثابت قدم باشیم، نشون دهنده هوش هیجانی بالاست و یک ویژگی به شدت مثبت. هفتمین ویژگی یا نشانه و آخرین ویژگی که ما بررسیش میکنیم این هستش که بتونه در مدت زمان کمی خودش رو به شرایط عادی برگردونه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر دعوایی شد، اگر کسی حرف منفی بهش زد، اگر اتفاق نامیمونی افتاد، نمیگیم ناراحت نشه، ناراحت بشه، اتفاقا سوگواری کنه، اتفاقا عصبانی بشه، البته کنترل شده، اما بتونه در مدت زمانی کمتری به شرایط عادی، به شرایط ایدئال خودش برگرده. خیلی از افراد هستن که به خاطر یک حرف شاید روزها، ماهها یا حتی سالها ناراحت بمونه، اما فردی که هوش هیجانی بالایی داره مطمئنا شاید یکی 2 دقیقه ناراحت بشه، 3 دقیقه ناراحت بشه، 1 روز ناراحت بشه، اما بعدش کلا فراموش کنه. دقت کنیم وقتی میگیم فراموش کنه منظور این نیست که در شرایط مشابهی که بعداً پیش میاد از نتیجه اتفاق قبلی استفاده نکنه و از تجربیاتش بی بهره باشه. نه، منظور این هستش که سوگواری نکنه، ناراحت نباشه، از نظر ذهنی بتونه به شرایط ایدئالی که هست ادامه بده. خب این خیلی واضحه. موقعی که افراد هوش هیجانی بالایی داشته باشن و این نشانه رو از خودشون نشون بدن، اگر یک موقعی بحثی هم پیش اومد ما مجبور نیستیم که همینطور مداوم براش توضیح بدیم، همینطور مداوم کار کنیم که بگیم اشتباه کردیم و معذرت بخوایم و باز هم تلاش هامون بی نتیجه بمونه.
پس اگر کسی هوش هیجانی بالایی داشته باشه و این نشانه رو از خودش نشون بده، نشانه به شدت مثبتیه، اما باید حتما در نظرش بگیریم. توی این ویدیو با هم 7 نشانه هوش هیجانی بالا رو بررسی کردیم. اگر فردی این 7 نشانه رو از خودش نشون داد، میتونیم به عنوان یک پوان به شدت مثبت در نظرش بگیریم و اون فرد رو حالا در جایگاه شغلی که میخوایم به عنوان کارمند داشته باشیم، به عنوان فردی که میخوایم باهاش رابطه ای رو شروع کنیم در نظر بگیریم. اگر فردی هوش هیجانی بالایی داشته باشه، میتونه روابط شیرینی رو برای ما بسازه و زندگی رو بیش از پیش به کام ما شیرین کنه. هرچند ما در ویدیوهای قبل اومدیم نشانه‌های هوش هیجانی پایین رو بررسی کردیم، اومدیم راه‌های افزایش هوش هیجانی رو گفتیم، گفتیم که اصلا هوش هیجانی چی هست و همه رو به صورت کامل توی کانال میتونید پیدا کنید و ما لینک‌هاش رو این بالا قرار دادیم. فقط کافیه اونها رو نگاه کنید. اگر فردی براتون مهمه و هوش هیجانی پایینی داره یا این 7 نشانه در موردش صدق نمی‌کنه، مشکلی نیست. فقط کافیه ویدیوهایی که مربوط به هوش هیجانی هست رو نگاه کنیم. اونجا ما تمرین‌هایی رو گفتیم که با انجام اون تمرین‌ها میتونیم هوش هیجانی خودمون رو به مرور افزایش بدیم. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم هر روز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا هوش هیجانی داشته باشین، زندگی به کامتون باشه و البته اگر به مباحث توسعه فردی علاقه دارین، بهتون پیشنهاد میکنم که کانال رو سابسکرایب کنین، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنین، به افرادی که براتون اهمیت دارن معرفی کنین تا اونها هم مثل شما با این آموزش ها بتونن خودشون رو بهبود بدن و زندگی بهتری برای خودشون بسازن. تا ویدیو بعدی موفق و امیدوار